واقعا سرود میخونم ما که نواربردار هستیم این کس حافظ بهترین سروده که نواربردار و حافظ دوستش می‌دارد در توی‌ها ما میخونیم مینوازم و میخونم گوش کنید بهترین سرود که همین از اول توی تا با آخر در آرزوی شنیدن همین سرود هستیم Dioro Shabbat
سربلند و خانه آباد و موفق و خوشبخت باشید. دستتون در نبیند. دوستان عزیز، ما از این پیش رابطه دوستی نداشتیم. از این پیش گفته همون سفری که در کوساتروش داشتیم از همون پیش رو در نظر دارم. چی بگوید؟ بهترین انسان هستم. برای در رو بودن نبگویم. بهترین انسان، نوازنده، سراینده، خواننده، انسانی کامل، مهمون نواز. باور کنید شاید همین سخنها رو من در روز قیامت با یک بار دیگر تکرار کنم. پیش از اون که هنرمند باشد، پیش از اون که نوازنده و عموما یگون استعداد داشته باشد، باید که انسانی خوب باشد، انسانی کامل باشد و قدر مهنتی یک کس میرسیدگی باشد. من به نهایت خرسند هستم که در کوساتروش چنین یک دوستی بهترین پیدا کردم. از این به نهایت سرافراز هستم. تماشا کنیدشان، گوش کنید، در توی‌ها و معرکه‌های خود دعوت کنید. باید که یکدیگر رو اگر دستگیری نکنیم، دستگیری کردن رو بعضی‌ها خطا میفهمند. اگر همین خدمت رسانی هایی که از دست یکدیگرمون میبیاید لازم شده موند تکلیف کنید ما در خدمت هستیم، من همینقدر دستگیری، دیگر چیزی دیگر نیست. بعدا بسیاری شخص ها با من سوال میتونن که برای چی مشتریانت زیاد هستند در ساحه کار و فعالیتت. تصور کرده ما هر هفته از امکانیت خود زیاد زکاس میگیریم و زیادی اون رو اتکاز میکنیم، زیرا که دستمون نمیرسد. با وجودی همین هم با هر یک منطقه‌ای که سفر میکنیم باز میگوییم ما نواربردار هستیم و ما رو در توی‌های خود دعوت کنید و ما رو دستگیری کنید. برای چی؟ شخصا فکری شخصی خودم رو میگویم، برای معرفی شدن، برای نام خود رو در همین دنیا پس از سر خود گذاشتن. من میخوام که کسب هنری ما رو دایره زیادی آدمون دیده باشند، وگرنه ما برای زکاس اکنون زور نیستیم گوییم شاید بد رسد، احتیاج نداریم، چون که خداوند در سمت و راه کار و فعالیت خودمون رزق و روزیمون رو دادگی است. تنها میخواهم که دایره زیادی آدمان شناسم، زیاد دوست پیدا کرده باشم، نام خودم رو به یک دایره زیادی آدمان به همین دنیا ثبت کرده و پس ترک دنیا کرده باشم. من فکر میکنم همین معرفی کردن عنایت الله عالمزاده نیز به همین وابستگی دارد، زیرا که این شخص رو در منطقه کوساتروش در گرد و اطراف دهه های خودشون خوب میشناسن، در توی ها خدمت میکنن، معرکه ها رو آباد میکنن. این جانکنی ها و این معرفی گری های ما به خاطر کمک دایره خدمت رسانیشان وسیع شدن است. پناهتون به خدا دوستان عزیز، وقت قیمت خود رو با ما میگذرانید. به نهایت منتظر هستم از زمین تا به آسمان. خود را احتیاط کنید، از گرد و اطراف ما دور نروید که تا کس و ناکس ما را پیشی پا داده و شکست ندهد. پناهتون به خدا.